радиои озодӣ 2 ҳафта пеш аз маҳалли марзии ҷамоати хистиварз ва деҳаи арқа гузориш таҳия карда буд ки сокинони ду деҳа дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон хоҳони бардоштани монеаву пӯшидани хандақҳо ва кушодани гузаргоҳҳои марзӣ буданд. тоҷикон мегӯянд пас аз нашри гузориш чанде аз хандақҳоро пӯшиданд ва кӯчаҳои сокинони хистиварзро кушоданд. یک بیزنس اکنام میشه، گزش اکنام میشه. نفس و ری پایین کتی میری قداق ماشینا بتون دبدل شده برد. بودیم همین سعادت تا و کلان ناشان با آمده گفته بودیم که همین رهای کشایتان همین ما عذاب کشتاسیم و اکن کنتربنده و ها راهش که ما پیاده گرده راه ما که گفته گب زدگی بودیم دیده میبرایم گفته هیچ حل نشدگی بود رحمت شهاندم شادی. ولی پوشاندن چقوری‌ها هنوز هم معنی آغاز روایی بی‌مشکلی ساکنان مرزی به خاک همدیگر را ندارد. هنوز هم در دو جانب راه سربازان دو کشور می‌ایستند و نمی‌گذارند که نقلیات به اجازه وارد محل همدیگر شوند. پیش از بیماری همگیر جانب‌ها تا حدود معین روایی بی‌ممانعت را داشتند. ساکنان قرقیزتبار در صحبت قبلی گفته بودند در یک سال آخر داد و گریخت بین همسایه‌ها به شدت کم شد و آنها را با مشکل زیاد روبرو کرد. تاجیکستان 90% بنزین را از ما میگیرد و اکثرا از همین ناحیه لیلک میگذرد. ما از آنها خوراکواری میخریم که خیلی ارزان است. 80% اهالی ما کمبغل هستند و از نرخ بلند خوراکواری اذیت میکشند. جماعت خستیورز و آوچقلچه ناحیه باباجان غفوروف با ناحیه لیلک قرقیزستان بیش از 40 کیلومتر سرحد دارد و از 34 چقوری که در این راهها کافته بودند ظاهرا همه‌اش را نپوشیدند. چون از من راههای کشادگی میشه چطور کشادگی چون برای همین خالص یک سرور رفتن در یک زندگی چه خالص هم رفت اومد خیلی چیزی فایده میروز کردن چیزی فایده اون فایده نیست نیروز کردن آوازی کسال اومد میگه بهانمون محکم بود شکی نمی برود که واسه کسال بیا نمیگذاره همه هم میدونن تلاش هر یک انسان. این خندق‌ها را یک سال پیش مقامات محلی با پیشنهاد ستاد مقابله با بیماری همگیری کووید 19 در بین جماعت خستیورز تاجیکستان و دهه بارباردوک قرقیزستان کافته و برای عبور نقلیات مانع ساخته بودند. این مانع در راه ساخته شده است که همزمان کوچه ساکنان را با راه مرکزی پیوند می‌سازد. تاجیکستان شروع از این سال یگان مورد گرفتاری بر بیماری همگیری کووید 19 را ثبت نکرده است و ساکنان هم خواستار آن هستند که زودتر این راه را باز کنند و عبور نقلیات ها را آسان نمایند. در دهه‌های نزد مرزی خبری کم شدن یا ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگی را در تاجیکستان با دقت پیگیری می‌کنند. امید دارند که هرچه زود گذرگاه‌ها باز و داد و گرفت دیگر باره آغاز شود. همش برای پیشگیری برای محافظت خود شهروندان بود که کسری سلویتی گرفتار نشوند. در آینده در وقتی که امروز ستاد هم جمهوری ستاد ولایتی ستاد ناحیه‌ای این مسئله و کاربری کرده شده است. اگر که ضرورتی همه جای با خودش باوردن ما شود ما همش جابجا کنیم جوش می‌کنیم. این در حالی است که چند پیش مقامات قرقیزستان از ساکنان دهه ارقه خواستند به جانب تاجیکستان نگذرند وگرنه دستگیر و مجازات میشوند. اشاره آنها به بازداشت و رهایی چند شهروند قرقیزستان در حدود تاجیکستان است. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند ولی تاکنون بیشتر از 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. از بس که خط مرز از بین روستا و راه و حولی مردم می‌گذرد، دو طرف با گذشت سالها نتوانستند سر منطقه های بحث برانگیز به موافقه برسند و خط یگانه بکشند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.